بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگان اهل معرفت و شبکه اینترنتی پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت 12 از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی. حکایت بسیار کوتاه است اما نکته ها و پندهای بسیار بلند دارد. سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید: یکی از ملوک به انصاف پارسایی را پرسید که از عبادتها کدام فاضل تر است. یکی از پادشاهانی که بسیار ظالم بود و به انصاف بود از یک حکیم و دانشمند و از یک مرد خدا پرسید که بهترین عبادت چه عبادت است؟ حکیم گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. بهترین عبادت برای تو این است که در روز که مردم مشغول زندگی و کار هستند تو در خواب باشی تا یک نفس و چند ساعت مردم از دست ظلم و آزار تو در امان باشند. خواب تو بهترین عبادت نزد خداوند است. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. یک ظالمی را دیدم که نیمروز خواب بود، در روز عبد خواب بود، گفتم این فتنه خوابش بسیار خوب است، وان که خوابش بهتر از بیداری است آنچنان بد زندگانی مرده به. این ظالم خوابش بهتر از بیدار بودنش است. چرا؟ چون اگر بیدار باشد آنقدر بد و ظلمانه و ظالمانه زندگی میکند که همون مردنش بهتر از زنده بودنش است. خداوند ما را از شر تمام ظالمان و حاکمان به انصاف محفوظ و حفظ نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.